نوامبر سال 2022 تخمین ساعت 20:00 دقیقه راننده автомاشین تمغه تویوتا کامری فیض‌اللهیف بیک مراد قربانویچ سال تولدش 1995 ساکن ناحیه همدانی هنگام حرکت از سمت جماعت دیوت گلشن به سمت جماعت دیوت دیقان‌آباد ناحیه فرخار از عهده اداره نقلیاتش نبرآمده به درخت برخورده است. در نتیجه راننده فیض‌اللهیف به سلامتیش ضررات وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است و مسافر داخل автомاشین قربانزاده شهرام یوسف سال تولدش 2002 ساکن ناحیه همدانی جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. 20 نوامبر سال 2022 تخمین ساعت 2:00 دقیقه راننده автомاشین تمغه مرسدس بنز ستارف مظفر سال تولدش 1987 ساکن ناحیه اسپتامین هنگام حرکت در حدود جماعت دیهات سربند ناحیه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به автомاشین تمغه مرسدس بنز تحت اداره زاهد عبداحد سال تولدش 1988 ساکن شهر خوجند برخورده حرکت خود را دوام داده به автомاشین تمغه دیو دماس که به جبارف اولوغبک سال تولدش 1986 ساکن ناحیه اسپتامین تعلق دارد و در کنار راه می ایستاد برخورده است. در نتیجه مسافر автомاشین تمغه مرسدس بنز زایروف جمعه بای سال تولدش 1975 ساکن امین نویه از ضررات جسمانی برداشتهش در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راننده و مسافر автомاشین تمغه مرسدس بنز زایدوف و غنیف سال تولدش 1980 ساکن نوحه باباجان غفور و مسافر автомاشین تمغه دیو دماس اوریشف ارنظر سال تولدش 1964 ساکن نوحه مذکور جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گشتند. از روی این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای دختر در شهر وحدت با عریضه مرد 36 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 18 نوامبر سال 2022 تخمین ساعت 19:40 دقیقه هنگامی در کوچه هلولی شهر مذکور قرار داشتنش شخص نامعلوم به یگان اساس او را لطکوب نموده با رای آشکارا از دستش 2 عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی را گرفته از جای حادثه غیب شده است. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسا جوان 18 ساله ساکن شهر ذکر گردیده همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.